اگر نظر خدا ازت بر بگرده تو دانشگاه مدینه هم بخونید. من نمیخوام مثال بزنم چون منم میترسم. یه درسی مادر بزرگم به من داد و مادرم خدا رحمتشون بکنه، مردگان ما و شما همه. من تنها پسر خانواده بودم. شب که میشد دیگه مادر بزرگم بود و مادرم و کوچکتر از هم بودم، همه دیگه رفته بودن خانه خودشون. قبل از اینکه مدینه برم چراغا رو که خاموش میکردیم تو اتاق، من وسط مادر بزرگم و مادرم میخوابیدن. تا سرشون میگذاشتن میگفتن خدایا نظر تو بر نگردد. من نمیفهمیدم، بچه بودم، این چیه؟ خدایا نظر تو بر نگردد. کار هر شبشون بود. مادر بزرگ شما و مادرای شما و پدرای شما همینو میگن. بعد که رفتم مدینه توفیقی حاصل شد، درس خوندیم. الان فهمیدم که نظر تو بر نگردد یعنی چی. خیلی ها عالم شدن، نظر خدا ازشون برگشت. خیلی ها تاجر و توانمند شدن، نظر خدا ازشون برگشت. ما فکر میکنیم نظر خدا از فقیر و جاهل برگشته. کسانی هستن که مکتب نرفتن، شب که میشه قرآن بلد نیست، روخانه قرآن بلد نیست، حروف نمیشناسه، شب یک جز قرآن ورق میزنه، دست رو خط قرآن میکشه، نگاه میکنه، اشکش جاری میشه، میخوابه. وقتی میمیره شهاده با وضو میمیره، رو به قبله، شهاده هم به زبانش میاد. اما خیلی ها عالم شدن، مدینه رفتن، دانشگاه اسلامی رفتن، موقعیت پیدا کردن، بعد ذلیل شدن، بعد نظر خدا ازشون برگشت، بعد با پست و مقام خودشون رو فروختن، بعد دچار وسواس شدن، بعد لحظش پیدا کردن. یه دستگیری داشته باشید، خدایا نظر تو بر نگردد. اگه بر بگرده من از روی صندلی میفتم. منظورم این صندلی نیست. آدم از روی این صندلی بیفته، پاش خورد بشه صندلی، دوباره میتونه. صندلی مؤمنین تو دلهای مؤمنینه. محبت مؤمنین تو دل علماست و محبت علمای واقعی تو دل مردمه و مؤمنینه. و صحابه به نمایش گذاشتن محبت را، صفا و صمیمیت را، دوستی را، اخوت را، برادری را. شما طلاب عزیزی که 5 سال اینجا بودید، با توفیق خدا اینجا بودید. این توفیق رو چطوری میخواید تشکر بکنید، شکر بکنید؟ از خیرین و اهل عوض که 5 سال شما را تو خودشون جا دادن و شما را مایه برکت عوض میدونستن. باور میکنید ما یک محاسبه کردیم با شیخ که الان تو شهر عوض نزدیک 500 تا طلبه وجود داره. اونی که حفظ قرآن میخونه، اونی که تو مدارس هستن، تو مدرسه احمدیه هستن، تو شعبه حفظ هست، تو مدرسه دینی خواهرها هست. محاسبه کردیم 500 نفر. چقدر خیرین شما برکت دارن که این مدارس و این زمینه رو فراهم کردن که 500 انسان با تقوا بیاد تو شهرشون و هزینه های سنگین پرداخت بکنن که شهرشون
سر پا بیسته به زوال بره، قابل تقدیره. شما چطوری میخوای تشکر بکنید؟ تشکر انسان صالح مصلح شدنش هست. اگر میخوای از صالح و صالح شدن تشکر بکنید باید مصلح بشید. اگر نشدید تشکر زبانی فایده نداره. این دو تا تشکر از الله، تشکر از خیرین و اهل عوض. قبلش هم اشاره کردم که خیرین و اهل عوض هم باید از الله تشکر بکنن که توفیقشون داد زمینه 500 عالم و داعی و مربی و دعوتگر و مصلح انسانی و اجتماعی رو در شهرشون فراهم بکنن. خیلی توفیق میخواد. اونها هم سر به سجده بیفتن که خداوند مالشون را قبول کرد. وگرنه یک مثال بزنم، از قومیشان خودم پسر عموم میگفت که با جماعت تبلیغ رفتیم پاکستان، بعد هند، از بومبایی رفتیم تایلند. برنامه بود بانکوک. تو شمال بانکوک مسلمان ها هستن، جنوب بانکوک هم، جنوب تایلند هم جزر فتانی هست که اونجا مسلمان نشینن.